اهل خونه گرسنه‌ن و نمیدونی چی درست کنی، تو یخچالم هیچی نداری. پیشنهاد من بهت این 2 پیازه آلوی نوستالژی خوشمزه و ساده است. 4مین غذا از غذاهای نونی ساده و فوری. سیب زمینی رو پوست بکنید، از وسط دونست کنید و با 2 لیوان آب اجازه بدید که بپزه. بعد از 20 تا 30 دقیقه وقتی سیب زمینی‌ها خوب مغز پخت شد، اونا رو با گوشت‌کوب له کنید. حالا توی مایتابه پیاز خلالی یا نگین شده رو سرخ کنید تا زمانی که طلایی بشه و سبک بشه. پیاز که طلایی شد بهش زردچوبه، فلفل و نمک رو اضافه کنید و یه کوچولو تفت بدید در حدی که فقط عطر زردچوبه بلند شه. حالا نوبت نعنا خشک. نعنا خشک رو اضافه کنید و چند ثانیه هم بزنید. زیاد سرخ نکنید چون تلخ میشه. حالا سیب زمینی له شده رو اضافه کنید و با قاشق خوب زیر و رو کنید تا همه مواد به خورد هم بره. اینم بگم که روغن این غذا باید یه کوچولو زیاد باشه تا خوشمزه بشه. همین دیگه، به همین سرعت غذا آماده است. راستی تو پستای قبلی هم به 3 تا غذای نونی فوری خوشمزه یاد دادم، حتما برو ببین.